صدا میکنه. بله اینجیم با پشت بوم. کجایی؟ ده هفته میشیشته. بیاین بالا پشت بومو. با جیغ میکشه با چی مایی؟ باز خدا خیلی پیش بیاره. چرا جیغ میکشین؟ جیغ نکشم کجایی تو؟ میگو بیاین پشت بومم شما جیغ میکشین. تو سکی پشت بوم است میکو. یک ذره هفته امرو باشه پشت بوم بیاین بشینیم. هفته که یک سینی هست بس یه هوا خنک به چله کلان هفته. باشه دیگه پوری هفته بشه من بیام بشیشتم دیگه گناه کردم. میگم یک بفرمایید. بگی نه چه خونه بدن. 500 پول بده. 500 پول بده. که برای چی ما این پول باز؟ مگر من بگم برای چی برای چی نمون پول بده پول نده. تاثیر جاری کو تاثیر جاری نکن نون تیار نکن. اینا رو همه مگر من مجرد و مسئولیت کنم. خب با کار دارم دیگه مردی و مرد خونه هم با کار دارم پول 500 پول بده که من ندارم. آفرین خیر بینی مرد خونه برای یک مرد خونه من مگر پول بدم. پس بیار من میدیم مادر نه. شما مگر به من پول بدیم من شما پول بدم. بچه جان میبینی که من بیکارم دیگه تو زن چی تو دام نفهمی میدی. میفهمی که من بیکارم دیگه بیکارم ما خود رفیقا خو میگم صبح جمعه برای ما میله بره. اوه باز میله داره مالی جناب. باز پول از من میگیرم. میگم یک مرد نباید از یک زن پول بگیره. زن یکم روستاشون میره کارا مردمو میکنه، میره تفسیرا مردم جاری کرختا مردمو بشو، نون پختا مردمو بکن. ما برو کارا مردمو بکن بیام به شما پول بدم. نوش جان شما والله. تو البته نون پختا مردم رختا مردم میشوری مفته. خب مفته من پول رفت ضرورت یک روز دیگه چیزه و دیگه کار به ضرورت بشه بچه‌ها مریض میشم نه که ما به شما بره خود رفیقا میله بگیریم ما به شما خرج کنم. هم فرض رفیق مونه. بابا گفت بیا همه میرم سر و سیال ما دیگه برم من میله برم من کیسا خرج کنم میوه دونه میخرم پست خسته میخرم گوشت میخرم چی هم دیواله ماه. اولا که آدم داشته باشه میره میله چله خور میگیره نداشته باشه میشینه به خونه سر خونه زندگی خو میشینه. شما تا ولی چند دفعه به می خونه خرج مصرف آوردین کال از نمیگیرین که برای سر رفیقا خود خرج کنین. رفیقا شما چند دفعه به شما بیا آورده. بچه جان ازن تو نمیفهمی نفر 300 روپیه دیوالی جمع میکنم که میرم بغل شوربت میرم بغل شوربت میرم موتر گرفتیم 16 نفریم نفر 300 روپیه پول جمع میکنم با میله اگه من نرم کم میام پیش اینا. نریم خب نداریم کی شما گله کرد بریم من لبس کردم من نوشته کردم اینجا دفتری دارم کتابچه دارم نوشته کردم دوستاشون بیکار بزی برگردیم بزی برگردیم که رفیقام میله داره. خب والا خب بیایم گوش کشیم میشه. آخه من چی میفهمم میره رفیقام چی خبر داره که زن میره رخشویی میکنه زن میره نون پخته میکنه زن میره گدایی میکنه که من ندارم. رفیقام میگن خبر نداره که زن میره نون پخته میکنه شما شما نمیشه که به رفیقا خود بگیم نه. وقی گپو مفنازه وقی من پول ندارم. من پول اضافه ندارم که به شما بدم شما برای خرج رفیقا خود بدید. تو سیکو تو من اونجا لبس کردم من گفتم به من چی؟ من زنم شما خرج ما مصرف کنیم بیایم ما بدیم شما اضافه پول از من بگیرید که برای خرج مصرف. وقی گپو مفنازه وقی نمیدونم. اختیار خودن نظر کشمیر میشه. وقی وقی بیاد که بی تو من که پولی به شما ندارم دارم نمیدم خلاص نمیدم برو کتو پول نیارک 500 روپیه نمیدم پول دارم نمیدم یک روپیه خودم به شما نمیدم برای شما خرج کنم. برو بیار که من بلبس کردم نوشته کردم اصلا نکن من نوشته کردم اینا خور نکن دیگه سب که نمیدی
تمیش کنم. نمیدونم پول دارم نمیدونم یک دیگه ما شما نمیدونم. نه حسن بده که من خود نوشته کردم آقی بدی. بده. واکو داره. واکو داره. داره واکو. واکو داره با تو میگم پول بده. پول دارم نمیدونم با شما من خرج مصرف رفیقاش من برم تو با چی که داری؟ یک دیگه نمیدونم. در پشکه واکو داره. نمیدونم باشه که بابا هم زنگ زدم بگو که شما من بزنیم باشه پول بدونیم. زنگ به پیار خود زنگ زی. هر کس زنگ میزنی زنگ ده. خود تو و گریه نکو واکو داره. که اصلا طور به خیر خوشی بخوره. قبرستون که داری که پول نمیدی. همین جگاه میتون مثل بوزی بری گریه کن. عباسه. عباس. بیا بدی عباس. بیا یکی دیگه. بله. همین تعصب من مادر تو خراب کرد. چرا؟ زن که این پنجمش تو نرم شد. چرا؟ میبینی؟ بخور به در. همون ذره یک کاری بکن. من بزن میگم 500 پول بده که با کار دارم. نه نمیدم. هر دو پا خود یک کش که دیگه من پول نمیدم. من راحت که نمیدی. پول من چیکار؟ همین رفیقا ما میرم صبح بغل شربت میرم. ما هم نوشته کردن کاغذ گرفتم نوشته کردن گفتم نفر 300 دیولی. اونجا ما چون دگ میبرم و چون میوه دانه میبرم و گوشت میبرم و چی تیار میکنن چی موتر گرفتم و انیته نفر 300 گفتم 200 هم کسی ما با کار میشه دیگه چیز میزیادم میخره هر چی میگم بده پانی په پول نمیدم من هم یک کار بکن من مرسوم بزنم بجس دستمو بخور به ده هم یک کار بکن برو ببین دیکن دم سرا انا بگو پیار گفتن که 500 پول به ما به قرض بدیم صبح پس میگم نمیدم بابا. چطور نمیدم؟ نمیدم. از صبح تا شب شما بیکارم که پول قرض میدم. تو سعی کن گپا مادر خور میگه به من بابا جان تو برو بگو پیار من میگه 500 پول بده شاید بدم نمیدم. خب میگم شما هم صبح تا شب بیکار میگردیم خب مدکر میگه که کار نمیکنم میگه چرا تو پول قرض داد تو نداری؟ نه من کجا بردم مادرم بیچاره صبح تا شب زحمت میکشه به این بر رو بر کارا هم سوال کاره شیرین ها که پول بیار سرا بیا که ما یک دم مریض نشیم به خاطر ما شما اونا رو بیاین میریم به میله خاطر رفیقا خونه خرج میکنیم برو به دست رو خاله تو خاله پیار من میگم 500 پول با من با آنه خاله ما که به کل شما اعتبار نمیینه چرا خاله تو پول به من نمیده؟ به پیش قوما بابا شما اصلا اعتبار ندارین چون شما صبح تا شب بیکارین چیکار کنم حالا من چی بگم؟ خود چی بگم بگه نمیرم خود تو نه دیگه نه خود از تو چیزا من نوشته کردم من گفتم من میرم برات پول میرم خاله ما شما خرج مردانه نمیتونی خاله میگه خرج زمان چه قضا نمیتونه با ما 500 پول بدم پولا قرض من میده پس وقتی ازم پیش ما برو وقتی تو برو برات مادر خود برو کجا برم وقتی برو بازی خونه که من خواب میشم اگه کس واسه به در صدا تک تک کرد که پیار تو صدا که بگو پیار من بیرون شدم من چه کجا رفتم هیچی نگی خوبه کسی که کار نکنه
کار مادر تو کار میکنه دیگه ما با کجا کار کنم؟ نه میرم بابا خفه خود میزنم سر خود میزنم اینجا خوب بشم هر که صدا کرد میگم برفتی بدون به ماما رو ببرده که برای ما چون زمین ها شیار کنه